آیا من واجد شرایط خدمات استخدام افراد دارای معلولیت هستم؟ خدمات استخدام افراد دارای معلولیت یا دس به استرالیایی‌ها با معلولیت، آسیب یا شرایط سلامتی کمک میکنه تا شغل پیدا کنن. شما ممکنه واجد شرایط دسترسی به دست باشید اگر شرایط زیر رو داشته باشید. شما دارای معلولیت، آسیب یا یک شرایط سلامتی هستید که روی توانایی کار کردن شما تأثیر میذاره. شما ساکن استرالیا هستید و بین 14 تا 67 سال سن دارید و حق قانونی کار کردن رو دارید. شما کمک هزینه‌های درآمدی دریافت می‌کنید، مثل مستمری حمایت از معلولیت یا شرکت کننده فعلی مدرسه هستید یا فارغ التحصیل واجد شرایط از مدرسه. شما میتونید با حمایت‌های لازم بین 8 تا 30 ساعت در هفته کار کنید. و در نهایت شما در حال تحصیل تمام وقت نیستید مگر اینکه در حال آماده شدن برای تمام کردن مدرسه باشید. در واقع هدف ما اینه که به شما کمک کنیم. نه فقط هر شغلی بلکه شغل مناسب برای شما رو پیدا کنید. با بیش از 30 سال تجربه ما متعهد به حمایت از اهداف شغلی شما هستیم. برای بررسی شرایط و ثبت نام به app.net مراجعه کنید یا با 1800 276 تماس بگیرید.